روزی روزگاری کدخدا مشغول بازدید از منجنیق‌های جدید فنیتو بود که ناگهان کدخدا آقا روستاهای بغلی گفتند که اگر این منجنیق‌ها را جمع نکنید دیگر کسی از ما گندم نمیخرد و دیگر پول ما پشیزی نمیارزندندی. این دسیسه دشمنه. الان نقشه خوبی میکشم. ببینید این تنگه فنیتو هست. اگه اونها از ما گندم نمیخرن مام نمیذاریم اونا چیزی بفروشن. این تنگه رو میبندیم. تکبیر. قلب منی کدخدا، بت شکنی کدخدا. حالا هرچی میخوای شعار بده، اما این از اون ابراست که هیچ وقت نمیباره. روستاهای بغلی هیچی نخریدن، اقتصاد روستا مالیده. حالا خر بیار و با حالی بار کن. کدخدا آقا چاره‌ای بیاندیش. پولمان بی اعتبار شدندی، مردم شورش کردندی. عجب مردم پدر سوخته‌ای، چقدر تحملشان کم شده. برو به روستاهای بغلی بگو ما برای نرمش قهرمانانه آماده ایم. نرمش و ورزش که هیچی، این دفعه بندری هم برقصی دیگه نمیتونی کلک بزنی.